یوتیوبری میخوای ایده واسه یوتیوب پیدا کنی و ایده نداری یا سناریوی ویدیو ساختن نداری، توی این ویدیو با کمک هوش مصنوعی میخوایم یه ویدیو کامل و با سناریو و همه چیزای ویدیو رو با کمک هوش مصنوعی بسازیم. با من همراه باش. سلام بچه، چطوری؟ تو خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو قراره با هم یه سناریو و یه ویدیو کامل رو تقریبا با کمک هوش مصنوعی بسازیم. با کمک هوش مصنوعی سناریو پیدا میکنیم، تگ های لازم واسه ویدیوهای یوتیوب پیدا میکنیم و همه چیز یه ویدیو کامل رو با هوش مصنوعی درست میکنیم. اولین بخش پیدا کردن سناریو باید با کمک چت جی پی تی یا جمینای باشه. با کمک چت جی پی تی میتونیم توی حوزه‌ای که کار میکنیم، مثلا میخوایم ویدیو در مورد ماینکرافت مثلا بسازیم، در مورد مثلا آشپزی بسازیم، یا مثلا در هر حوزه‌ای که ویدیو میسازیم، چه ویدیوی اینستاگرام چه ویدیوی یوتیوب. برای ویدیو یوتیوب میتونیم اولین کاری که باید بکنیم ایده‌مون رو باید پیدا کنیم. روش ایده پیدا کردن چجوریه؟ باید حوزه‌مون رو بنویسیم، مثلا واسه چت جی پی تی که الان با هم میریم همه اینا رو انجام میدیم. اول مثلا میخوایم در مورد تکنولوژی یا مثلا گیمینگ ویدیو بسازیم، بهش میگیم یه ویدیوی گیمینگ. واسه ویدیوهای گیمینگ ایده میخوام. نکتهش هم اینه، برای اینکه یه ویدیوی وایرال و خیلی خوب داشته باشیم، اینه که حتما از AI بخوایم که یه ایده وایرال بهمون بده و ایدهش جدید و خوب باشه. میریم الان با هم ایده رو پیدا میکنیم، میایم مرحله بعد بهتون توضیح میدم. خب این که الان توی تصویر باید ببینید چت جی پی تی 5 هست که تازه اومده و کلا با چت جی پی تی و جمینای و بعداً اگه خواستید یه ویدیو جداگانه واسهتون میسازم. فعلا با چت جی پی تی ما کار داریم. میایم اول واسش مثلا حوزه‌مون می‌نویسیم. من برای ویدیوی خب پرامپت واسش نوشتیم، فیلترش یکم روشن نیست. خب برامون نوشته ها رو اوورد، داره میاره کم کم. اولین چیز همین متن واسهتون میذارم پایین، میتونید وقتی میخواید به چت جی پی تی بدیدش یه تغییراتی توش بدید و که با توجه به با ایده‌ای که خودتون دارید سازگار بشه. الان بهمون پلان به پلان دیالوگ و اسکریپت داد. این ویدیو این متنی که به ما داد مخصوص یه ویدیوی 8 دقیقه‌ای یا بالای ویدیوی لانگ یوتیوب هست. همین ایده رو میتونید واسش بنویسید. برای ریلز اینستاگرام میخوایم، یا مثلا همین ایده رو میتونید بهش بگید واسه ریلز اینستاگرام میخوایم، یا مثلا شورت ویدیوی یوتیوب. اومد چی نوشت برامون؟ همین واسهتون اگر شد واسه توی چنل تلگرامی که میزنم بیاید ببینیدش و همین ایده رو هم میتونید استفاده کنید بعدا. اومده پلان به پلان واسه ایده گذاشته، اومده اولش سبک و همه چیزاشو گفته، قلاب ویدیو رو گفته. قلاب مهمترین بخش یک ویدیوه. قلاب یعنی چی؟ قلاب اون بخش اولیه ویدیوه که میاد مخاطب رو وادار میکنه که توی ویدیو بمونه و از جاش تکون نخوره. اینجا برام اومده متن رو نوشته، مثلا گفته اگه بهت بگم هوش مصنوعی میتونه آینده رو پیش بینی کنه باور میکنی؟
بعد نوشته چه صدایی، چه سبک صدایی، مثلا کجاها باید تغییر کنه صداش و اینا، واسمون همه رو نوشته، دیالوگا رو نوشته. حالا این یک سبک از ویدیو ساختنه. میتونیم یک سبک دیگه هم از ویدیو ساختن رو امتحان کنیم که توی یه ویدیوی دیگه میتونم بهتون آموزش بدم. اگه دوست داشتید میتونید کامنت بذارید واسه همین ویدیو رو هم لایک کنید و به هم بگید که درست کنن. اون سبک ویدیو ساختن میتونیم با که اینجا هم نوشته، میتونیم توی همین سبک ازش استفاده کنیم که کمکمون کنه. توی یه سبک دیگه میتونیم برای شورت ویدیو یا لانگ ویدیو ها با یه سبک دیگه بدون دوربین و مثلا میکروفون و اینا کامل با هوش مصنوعی بسازیم. اگر دوست داشتید حتما بهم بگید. توی اون سبک میایم با از هوش مصنوعی تصویرساز استفاده میکنیم و ویدیوهای کوتاه میسازیم و با ادیت تبدیلش میکنیم به یه ویدیوی لانگ. خب الان برامون نوشت، کال تو اکشن آخرش رو نوشت، صدا گذاری رو نوشت، پلان های کوتاه و سریع رو نوشت و همه چیز رو نوشت. خب حالا الان فرض رو بر این میگیریم که ویدیو رو آماده کردیم و کامل همه چیز ویدیو آماده شده و میخوایم ادیت کنیم و اینا. ادیتش که کردیم، ادیت هم با یه هوش مصنوعی های دیگه میتونیم انجام بدیم. اگر دوست داشتید بهم بگید که اونا رو هم آموزش بدم. خب یه چیز دیگه هم که نیاز داریم برای ویدیو، برای آپلود کردنش، اگر تو یوتیوب میخوایم آپلود کنیم، نیاز به تگ و هشتگ و یه دیسکریپشن قوی داریم و که ویدیومون رو وایرال کنه و توی سرچ های یوتیوب بالا بیاره. الان واسه یوتیوب آموزش میدم، برای اینستاگرام هم کنارش آموزش میدم. اگر دوست داشتید میایم براش مینویسیم برام دیسکریپشن و تگ ها و هشتگ های مناسب بذار که وایرال بشه. خب الان دیسکریپشنه که باعث جذب مخاطب میشه رو بهمون داد، بهمون تگ های پیشنهادی رو داد، هشتگ های پیشنهادی رو هم داد. میتونیم بهش بگیم تایتل ویدیو رو هم بهمون بده. ولی اگر بخوایم تصویر بسازه، اگر اولین بارت داری از چت جی پی تی استفاده میکنی، میتونی چند تا عکس باش بسازی و تامنیل های خوبی بسازی باش. در کنارش از فتوشاپ هم با هم ترکیبشون کنی. اون تامنیل سازی رو اگه دوست داشتید آموزش میدم بهتون و همین دیگه. همینا رو میری آپلود میکنی و یه تامنیل قوی میزنی. میتونی حتی تامنیلی که زدی ازش بپرسی، یه رتبه بهش بده. و اگر دوست داشتید، اگر میخواید یوتیوب کار کنید، یه برنامه دیگه برای پیدا کردن تگ و وایرال شدن هم بهتون آموزش میدم. حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کردن چنل یادتون نره و برام کامنت بذارید که چی دوست دارید آموزشتون بدم که چی دوست دارید بهتون آموزش بدم و همین دیگه. تا یه ویدیوی دیگه.